در رفت ملاقات رئیس شهر اسپره با دانشجویان دانشگاه‌های عالی و میانه کسبی مرکزی ولایت شهر خوجند در موضوع دستاوردها در سالهای استقلالات دولتی، تبلیغ خودشناسی و خودآگاهی، حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و هویت ملی، مسائل دایر بر رفت خوانش، تعلیم و تربیت، شرط و شرایط خوابگاه‌ها و مشکلات جوانان صحبت آراست. همزمان از دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در فراهمسازی شرایط مساعد برای تحصیل و رشد منبعد جوانان مخصوصاً تاکید گردید. در این زمینه اهمیت کسبی انتخاب کرده دانشجویان برای رشد منبعد تاجیکستان و بنیاد نظام معاصر اقتصادی با جلب متخصصان بلند اختصاص قید کرده شد. در شهر خوجند از شهر اسپره زیاده از 600 نفر دانشجویان در دانشکده‌های گوناگون در کورس‌های گوناگون تحصیل علمی نمایند. دانشجویان عین حال با طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشکده‌ها داخل می‌شوند و به واسطه در آنجا تحصیل کرده اکثریت آنها ادرارپولی‌ها می‌گیرند که برای خواندن آنها برای بهتر کردن شرایط آنها البته شرایط فراهم آورده است. تا به امروز علاقه از 2353 نفر ختم کنندگان سال تحصیلی 2024-2025 علاقه زیاده از 68% آنها حجت‌های خود را سپاریدند. همچنین معاون رئیس ولایت به دانشجویان مصلحت داد که از شرایط مساعدی فراهم آمده برای اندوختن دانش و رشد همه‌جانبه ملکه‌شان استفاده برند. در نوبت خود دانشجویان تاکید نمودند که تاجیکستان کشور جوانان است و هر دانشجویی که امروز از شهر اسپره در دانشگاه‌های عالی و کسبی تحصیل می‌کنند آماده‌اند در رشد و آبادی وطن حصه‌گذار، حمایتگری مرز و بوم سرزمین اجدادی و وطن دوست و با ننگ و ناموس باشند. مینتداری صمیمی خود را اولا به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های خوب و زمانوی را فراهم آوردند. چنین ملاقات‌ها به ما امکانیت می‌دهند که ما آزادانه سخن گوییم، مشکلات‌های خود را حل و فصل نماییم تا اینکه برای حل آن مساعدت نمایند. همیشه هوشیار و زیرک بودن در شرایط تورفت و وسعت گرفته روندهای جهانی شوی، برخورد تمدن بیگانه، منفعت‌های دولت و ارزش‌های ملی را حفظ نمودن را دانشجویان در رفت ملاقات بیان نمودند. پیشوای ملت در هر یک پیام‌هایشان می‌گویند که باید هر یک انسان به غیر از زبان خودش باز دیگر زبان‌های خارجی را از خود کند. برای همین من خواستم زبان‌های خارجی را از خود کنم. من عین حال می‌توانم به آزادی با زبان انگلیسی صحبت نمایم. برای ما جوانان امروز تمام شرایط‌ها مهیا است و ما جوانان وظیفه داریم که خوب و اعلی خوانده در آینده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت کنیم. در جستجوی علم و دانش معاصر بودند، کسب و هنرهای زمانوی را از خود کردند، به ملت و دولت خود صادق بودند، حس بلندی و تندرستی داشتند، احترام پدر و مادر و پیران را به جا گذاشتند، سازنده و بنیادکار بودند، وظیفه جوانان ارزیابی گردید. مستانه محیدی آزاده، فرهادی عبدالله، شاعر مبین زاده، اخبار.